بازی کمجون شروع نشده، حوصله سربر شروع نشده. امیدواریم همینجوری دوزش بره بالاتر و بازی جذابی رو ببینیم. اوریه امید عالیشاه دورش رو زد، پاس تاپ میشه روی تیر یک. سر اول رو کنانی زادگان، عذرخواهی میکنم، میلاد محمدی زد یه بار دیگه. حالا مسافر جام جهانی بشه، البته خیلی زمان داریم فعلا. خود کوشکی حرکت کرده یه بار دیگه عقبتر. اندونگ مستقیم میخوره به مدافعین حریف. در برگشت باز هم فرصت برای استقلال، میگن به دستش خورده. داور و کمکش در واقع اول آفساید اعلام کرده. اردانی میفرسته توپو به روی دروازه، یه لحظه دفع ناقص نیازمند. حالا خود کوشکی میزنه و این بار دوباره یک سیو دیگه و سوت داور. یه قطع ارتباط خوب رو سرلک انجام داد اما نتونست توپ رو مثلا به امید عالیشاه در سمت راستش برسونه. حالا فضا فراهمه که این سمت گودرزی تو بره، سروش میرسه، درنگ نمیکنه. یه حرکت، یه بدن میذاره و مدافع مستقیم از پیش رو بر میداره. گودرزی سحرخیزان یه گل حساس رو به فولاد زد و روحیش بالاست. صالح اردانی با فریاد گوی خودش که برید به جلو. کوشکی یه بار دیگه، سحرخیزان، آسانی رو دستش حرکت میکنن. خود یاسر آسانی ضربه رو میزنه. اوه سمت هستن، در حالی که حالا یک اشتباه داره باعث میشه توپ رو لو بدن. یه شوت از راه دور میخوره به دروازه‌بان و توپ برگشت داده میشه. یه بار دیگه پیام نیازمند از نیمه زمین حریف عبور میکنه، گودرزی بر میگردونه. حالا استقلال با منیر حدادی. توپ رو میگیرن، استون آرونوف درگیر با اندونگ بود، نقش بر زمین شد اما توپ برای پرسپولیس میفرستن به دروازه. فلاح یه بار دیگه ضربه کرنر اعلام میشه. حالا ضربه کرنر بلند به روی دروازه، این سر در دستور کاره. یه بار دیگه ببینید فرصت، استقلال میخواد ضربه رو بزنه. کجا تک به تک شد با دروازه‌بان، چیزی نمونده بود. یک گل یخ این بازی رو آب میکنه. حالا همه دعوا سر پرتاب اوت. این برای احمدی، کمک داور بوشهری از استان بوشهر و برازجان. اون برم آقای بهمن عبداللهی، کمک داور شهر کردی. شرایط سخت و دشواری دارن، روی پرچم‌های اونا هم دونه به دونه‌شون حساسند. عرض می‌کردم که برای مصرف آب هممون باید به خاطر خودمون هم که شده باید سعی بکنیم با این شرایط بعد نزولات جوی و خالی بودن سدها و همه این چیزایی که گفته شده یه مقدار بیشتر حواسمون باشه. سر اوریه زودتر به توپ میرسه. گودرزی برای اندونگ، سامان فلاح. یه بار دیگه یه حرکت، لب خط، صالح توپ رو برمیگردونه. فوری هم روش واکنش نشون داد کوشکی، اما یه لحظه کم آورد. در برگشت حالا میلاد محمدی، بازی یه مقدار جون گرفته، اگه چش نخوره نسبت به نیمه اول سرعتش هم بالاتره. اورونوف حرکت کرده، خود استون اورونوف مقابلش
سامان فلاح و مگه میتونه از این جوون بگذره که نمیتونه. توپ میگیره، خیلی مراقب حرکات خودش هست. صالح اردانی، خطای سروش رفیعی اعلام شده. یک بار دیگه پشت مدافع، این یه فرار اورونوف در استقبال توپ. آدان در آستانه محوطه جریمه. توپ گذشته خب تساوی پرتکرارترین بوده. میلاد محمدی توپو میگیره. حالا استقلالی ها تا محوطه جریمه حریف دنبال میکنن کار رو. آتش بیشتری برای اورونوف، حرکت کرده. صالح اردانی میرسه به توپ. سحرخیزان به دنبال یار خالی، کسی نزدیکش نبود. بالاخره از مخمسه خارج میکنه. اردانی یه برگشت، یه ضربه کجا زد برای اورونوف. خود اورونوف هنوز پاسه رو نداده، رو دستش هم حرکت کردن، انگار میخواد پنالتی بگیره. میکنه فرصت حضور در زمین براش مهیا نشده. بیفوما، سروش رفیعی میفرستن. یه موقعیت برای میلاد محمدی، یه فرصت. بیفوما، حالا بیفوما، بیفوما یه مقدار حالا تنش اونجا بالا میگیره. به هر حال بهتره به نظر داور تمکین کنن. آقای وحید کاظمی میگه که آقا اصلا چه خبره. ضربه سر قلیزاده، بازیکنای پرسپولیس برمیگردونن. دقایق حساسیه که یه گل رد و بدل بشه. بشنوند توپی که به پیام نیازمند میرسه. حالا پورعلی گنجی و اینجا در سوت خودش میدمه. آقای وحید کاظمی اعلام میکنه که 90 به اضافه اندی دقیقه وقتهای این بازی، در حالی که ساپیتو و عثمان در آغوش هم قرار میگیرن و برای این تساوی